زنی که 3 کودک و خودش را به درخت به دور کشیده بود. این واقعه روز 10 اپریل در شهر پنجکین شده است و این خبر را از شبکه اخبار 24 گرفتم و خواستم برای شما نیز برسانم. ساکنان دهه نکناد در شهر پنجکین روز 10 اپریل در موضع کولی کولک 4 جسد را یافتند که به درختها آویزان بودند. مقامات رسمی هنوز در این باره خبر ندادند، اما رئیس دهه گفت جسدها را برای تحقیق به مرکز بردند. و گفته چند ساکن دهه نکناد جسدهای یافته شده از شهلا شادی و 3 فرزندش محمد جان 6 ساله، شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه بوده است. مصاحبان ما گفتند شهلا شادی و همسر لذیذ جریف ساکن 30 ساله دهه نکناد احتمال اول کودکان خود را آویخته سپس قصد به جان خود کرده است. امروز در نکناتی بالا توی بود. یک گروه بچه ها بعد از معرکه ها به تماشای کولی کولک رفتند. در نزد کل باغی کلان است و در درخت سیب 3 کودک و مادرش را با ریمال آویخته دیدند، گفت یکی از ساکنان. هنوز خلاصه مقامات در این زمینه اعلان ندارد. در صورت به دست آمدن اطلاعی بیشتر و یا تصدیق رسمی در اجرا نشر میکنیم. در همین حال دانیار آرتیخوف رئیس دهه نکناد حادثه را تصدیق کرد و شام 10 اپریل گفت واقعه بعد از ساعت 4 بیگاه رخ داده است و من چند از بچه ها زنگ زده حادثه را گفتند. راستی گپ باور نکردم. بعد همراه خسورش و همدهگان دیگر جسدها را از درخت کشاده گرفتیم. جایی که حادثه رخ داده است از حوله عائله جریف ها تقریبا 300 متر دورتر بوده است. در آنجا هفته گذشته لذیذ جریف شوهر شهلا شده و همراه پسرش 300 به نهال شنانده است. مقامات تا به حال در این باره اطلاع نداده اند. بله، با گفته ای رئیس دهه نمایندگان مقامات تفتیشاتی و تشخیص طبی و دادگاه شهر پنجکین جسدها را برای تحقیق به مرکز بردند. جزئیات بیشتری حادثه و سببهای آن معلوم نیست. ساکنان نکناد میگویند این زن جوان زاده شهر دوشنبه بوده چند سال پیش عروسی خانواده جریف ها شده است. همدهگان زندگی عائله را میانه حالانه تصویر کرده گفتند در یک حوله چند خانواده زندگی میکردند. کسب خانوادگی آنها در گذشته چوپانی و حال و دهقانی بوده است. پدر عروس شهلا شادی و را در همچون عزیز پهلوان چوپان میشناختند. و قول رئیس محله بار هم ساکنان از ناآرامی یا جنجال در خانواده خبر ندادند. خبر از آزادی خبر تکمیل می شود.